بچه‌ها به کانال امیر کینگ خوش اومدین. و بچه‌ها من فستیوال ویدیو دهمی میخوام فستیوال کنم. آره برای خرجیجه من فستیوال میکنم، چیز خاصی نیست. اومدم بهتون یه دست از گیم پلیم بگیرم ببینم من خوشتون اومد دیگه بگیرم دیگه. هر روز واسهتون بچه‌ها من هر هفته واسهتون یه 5 تا ویدیوی حداقل میذارم. خب صبح واسهتون چیز میشه و آره دیگه من بریم تو تلگرام. عشقای دل من جیم رایگان و یه چیزی دیگه میخواستیم ما در الان نه، ولی توضیحاتش داخل ویدیو قبل دادم. ویدیو قبلم حتما ببینید بچه‌ها دیگه. آره حتما این ویدیوهایی که من میذارم لطفا ببینید، هر ویدیویی که بذارم و ببینم سابسکرایبم زیاد شده اون موقع بچه‌ها. راستی بازی اصلی الان بهتون میگم چه توضیحاتی داره. واسهتون اکانت قرعه کشی میکنن دیگه، حرفای همچین حرفایی میزنیم. بچه میفهم گان لولی دارم، ولی یکی از بچه یعنی پسر خالم بهم گفت اگه میتونی برو واسه خودت البته. آره گفت اگه جرأت داری برو بدون گان لولیت هد بزن. من گفتم باشه چیز خاصی واسه من نیست. ای بابا نزن. گفت باید حداقل یه هد باش گان MP40 باید بزن. بعد باش یه هد بزن. باش یه هد چیه واسه 10 تا باش میزن. این یکی این هد نشد داشت، ولی هدش رو ترکوندم. به این میگن نوب. آقا خب میخوای یخ بذاری نشسته یخ بذار. آها چی شد ترسیدی؟ بچه راستی اسم من داخل بازی مستر امیرعلی، اسم من امیرعلیه. همون اول فیس ریویل نشد ولی اسم ریویل شد. نمیفهم خودم چی گفتم ولی خوب بریم داداش. بالا چیکار میکنیم؟ کلی رایگان میدم خودم کلی رایگان. اول خط نگیریم بازی حساب میشه و من از بازی خیلی بد میگم. اون چطور راش دارم فکر کردم MP40 داشتم اینطوری بزنم یهو فکر بابا MP40 بده کار داری. بچه یه آهنگم زیر رکورد میشه. اون آهنگ هر ویدیومونه خرجیجه ما جدا. من خودم نفهمیدم باید چه آهنگی بذارم، ولی این آهنگ که میذارم بیکلم. پرام بابا چطوری آخه؟ نه اول نه دومی. بچه خیلی هاتونم گفتیم برو یه 3 تا با چیز پشت سر هم بزن بدونی که بمیری. خب اینو مجبورم با این چیز بزنم. چرا همتون به من چیز گیر دادین؟ هد نشد ولی این حساب نمیشه. بچه این لازم من باید بمیرم. من از الان شروع نمی کنم. آره از الان شروع نمی کنم. یکی کنم قبول. 2 تا وای نه 3 تا. آقا این چالش هم تمام. هر باری که لایک هم کنی من یه چالش واسم میدم، یعنی کامنت بذاری. حتما ویدیو قبلی من کامنت بذارید، من کامنتاتون رو پین کنم.
که ببینم شما چه کاری باید انجام بدیم. خب یکی گفته هر تیری میزنی یه وست بزن یه بعدی باید هد واسه این شکست کنم باید ولش کنم بچه کامل وزاده نگفتم ولی خب یادم رفت اونم همه تون چالش رو وود میدیم نمیفهم چرا اینم شکست بود آقا خب من آخر چیو برنده میشم خب یک هنوز وست نخورده تک هدم گفته قبوله روشمی داداش دادم بیا یس این یکی بچه 5 یکی چون زیاد نیست آقا 3 تاش من خودم کردم فاکتور بگیریم 5 تاش فاکتور بگیریم یکی جان بعد یخ میزن جدی این از نوبیت خودم بوده تاثیر هیچ که برو رسیپی بعدی هم نزدیکی بچه حتما رسیپی بدین رسیپی خودم نمیتونم چه خب بریم واسه اولی بچه گفته با هر کن جز نزدیک خراب بشم بچه تموم شد لطفا این ویدیو رو پس برده بچه به خاطر این جدی اگه پدر مادرتون ببخشید بچه واقعا اینو لایک کرد بچه گفتم باید اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید باید این نیست میدونم که تازه کاریم دلم میشکنه واقعا واسه این آرزون بوده یه روزی یوتیوبر بشم حالا ببین بچه لطفا آرزو منو برآورده کنید این ویدیو رو میخوام پین کنم داداش همین داداش خود میفهمی ما چه دردایی داریم ولی تو باید یکیمون باید اصلا قوی تر معلوم داداش رئیس تو کجاست بی زحمت رئیس خودی اینجا چی کار میکنی آقا جدی من جام باز نبود رئیس نزن رئیس میگم نزنیم رئیس خودش منو بزنه اوکیه ولی شما نباید بزن رئیس شما رئیسش هر کی بیاد جلوم دیگه دروش میگم بچه اشکال نیست اصلا و ابدا میشه بکنیم اوف رئیس این باید کلش بس بشه خدا اگه یکیش بده باید این دیگه اینو دیگه بچه دیدیم این هد اوی این هم هده بچه نمیخواستم دیگه واقعیت رو بهتون بگم ولی من بچه مرازی من اگه تیتر بودم الان من یه تیرم هم هد نمیدارم بچه راستی این نشون میکنم چطور حالا ازتون نپرسیدم ولی خوب بچه همین الان یه ریسیپی اومده که ریسیپی گفته بود اگه این ریسیپی رو فهمیدین چیه داخل کامنت ها بنویسید من کامنت رو پین میکنم و لایک میکنم باز میخوام ریسیپیش انجام خوب دقت کنید آخرین باره که ریسیپیشو میگم هنوز نشده خب نشد انگار امروز روز شانسی از نزدیکم هست این رسیپیه حالا از دورم قبول
آقا جدی آقا من که انجامش دادم بیگ رسیپی جدی چی من کامنتش رو پین میکنم بعد 1404 بعدی میخونم الان 1404 کیل خوری در همه. خب بچه ممنون ویدیو رو دیدین 10 دقیقه شد. خب ممنون ویدیو رو دیدین تا ویدیوی دیگر خداحافظ شای منین.